من عظیمов رستم حقوقشناس اداری آب و کانالیزاسیون شهر پنجکین میباشم. تامینات آب نوشابه در شهر پنجکین پس از سال گذراندن رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده وضع تامینات آب نوشابه تا جای بهتر گردیده شده است. حاضر پس از انتشار کردن جدول کاری تجهیزات آبکشی، پایگاه‌های آبکشی قاینره تا ظرفشان قواله با اقتداری پورا کار کرده شده است. آبی که استحصال کرده شده است در پنجکین ما بسنده است، اما آب استفاده برندگان محترم ما آب نوشابه را صرفه‌کارانه استفاده نمیبرند. من چند پیش ریدها گذرانده شد در محل‌ها با همراهی من صدا و سیمای شهر پنجکین. آب‌های خانه‌دان‌ها شاده ماندگی، ونتیل‌های آب را محکم نمی‌کنند. در بعضی خانه‌ها مروت‌های محکم کنی آب عموماً نیست. مردم به این اعتبار نمی‌دهند. در بعضی مواردها مردم بسیارتر در وقتی گرفتن آب نوشابه برای استفاده زندگانی بعضی با زمین‌های پالایشی خود آب می‌مانند که این با تنقیصی آب نوشابه به خود مردم میباشد. از مردم شرفمند پنجکین احترامانه خواهش می‌نماییم که استفاده بری آب نوشابه را از راه انصاف براه مانند، چون که گفتند که انصاف داری برکت داری.